میرسیم به کارت گرافیک RX 570. RX 570 یک کارت گرافیک مید رنج از کمپانی AMD هستش که در 18 آپریل 2017 معرفی میشه در دو نسخه 4 گیگابایت و 8 گیگابایت. این کارت گرافیک دسته بنده میبینید مدل 4 گیگابایتش هستش که بیس کلاکش 1168 مگاهرتز، بوست کلاکش 1244 مگاهرتز، مموری کلاکش 1750 مگاهرتز، مموری تایپش GDDR5 هستش، مموری باسش 256 بیت هستش، باندویچش 224 گیگابایت بر ثانیه است، دایرکتیکس 12 فیچر 12.0 هستش که متاسفانه بازیای به روز 2025 بعضیاشو دیگه متاسفانه به خاطر کم بودن ورژن دایرکتیکسش نمیتونه اجرا کنه. اوپن جی ال 4 و 6 هستش، اوپن سی ال 2 و 1، ولکان ورژن 1 و 3، شیدر یونیتش 2048 هستش، معماری ساختش 14 نانومتری هستش و TDP مصرفیش هم 150 واته که شما با یک پاور 450 وات هم میتونید روشنش کنید. این کارت گرافیک در حال حاضر فقط درایورش بهبودهای امنیتی جزئی میگیره که دیگه آپدیت جدی واسه درایورش منتشر نخواهد شد. خیلی ممنون که ویدیو من تماشا کردید. اگه از این نوع ویدیو خوشتون میاد لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره که باعث دلگرمیه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.